نام من تانگوا موسیس است و انجینیری از KNUST هستم. من باید به خاطر فعالیت‌هایتان تشکر کنم و آرزوی موفقیت برای هدفی که دارین میکنم. لطفاً در صحبت‌هایتان درباره داستان عیسی بیان کنید. طوری که شما باور دارید عیسی توانایی ای را داشت که به مرده زندگی دوباره بدهد. و ما باید بگویم که در تمام ادیان ذکر شده وقتی که یک شخص بمیرد او دیگه زندگی کرده نمیتواند. اگر عیسی به شخص مرده زندگی دوباره میداد، آیا او خودنمایی بوده است؟ به خاطر که او شخص دیگه زنده بوده نمیتونه. پس به خاطر چی او مرد را دوباره زنده کند؟ چون او باز خواهد مرد. اگر شخص دوباره بمیره، آیا این کار خودنمایی نیست؟ پس چی است؟ یا او زنده میماند و دیگه هیچ وقت نمیمیره؟ برادر ما یک سوال خوب کرد که ما مسلمان ها باور داریم که حضرت عیسی به مرده زندگی میداد. اگر حضرت عیسی به مرده زندگی میداد، یک شخص فقط یک بار میمرد. پس عیسی به خاطر خودنمایی خود به مرده زندگی میداد؟ چرا این کار میکرد؟ ما امرایت موافق هستم که هر شخص فقط یک بار میمیره. در سوره آل عمران جزء 3 آیه 185 میگه کل نفس ذائقة الموت، یعنی هر شخص باید مرگ تجربه کنه. و قرآن درباره عیسی میگه که به اذن الله با نام خدا بلند شد و مرده زنده میشد. در انجیل متی. اما تمام معجزاتی که توسط پیامبران صورت میگرفت از آدم تا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تمامشان توسط خدا انجام میشد. اونا را پیامبر انجام نمیداد بلکه توسط خدا انجام میشد. وقتی حضرت یونس در دریا نمرد، او معجزه کی بود؟ توسط خدا صورت گرفت، به خاطر ثابت کردن برای پیروانش که او فرستاده خداست. وقتی که انجیل بخوانی این حقیقت میبینی. یک بار نزد حضرت عیسی یک مرد مرده بود. 2 خواهرش آمدن و گفتن لطفاً برادر ما را نجات بده. خواهش کردن. پس حضرت عیسی به درگاه خدا دعا کرد. فقط تو دعای مرا میشنوی. او گریه کرد. تو کی هستی؟ ای که ای را نجات داده میتونی، کمکم کن تا ای خواسته را برآورده بسازم. او به درگاه خدا دعا کرد که من از خدا میخوایم او مرده را دوباره زنده کنه. حضرت عیسی به درگاه خدا دعا کرد تا مرده زنده شوه. مرده زنده میشد. او توسط خدا زنده میشد. پس تمام معجزاتی که اتفاق میافتاد توسط خدا انجام داده میشد و حضرت عیسی یک فرستاده خدا بود. او به درگاه خدا دعا کرد. تمام معجزاتی را که عیسی انجام داد، حضرت یونس انجام داد و حضرت محمد انجام داد، تمام اینا معجزات واضح خداوند است که پیروانش بدانه اونا فرستاده های خدا هستن. این در انجیل ذکر شده که در کتاب عمل جزء 2 آیه 22 ایره گوش کنه. جیزس آف نزرت تمام معجزات ثابت کننده خدا در بین شماست. با عجایب معجزات و نشانه خدا نشان میده و تو شاهد او هستی. درست است؟ در کتاب عمل جزء 2 آیه 22 پیام اسرائیل ایره گوش کنن. جیز آف د نزرت تمام معجزات ثابت کننده خدا در بین شماست. با عجایب معجزات و نشانه خدا نشان میده و تو شاهد او هستی. یعنی تمام معجزات خدا انجام داده فقط برای ثابت کردن ای که او فرستاده خداست. او شخص را خدا نمیسازه. او شخص را همه کاره نمیسازه. تمام چیزایی که توسط پیامبر انجام داده شده اونا در اصل توسط خدا اتفاق افتاده با عنوان علامت تا نشان بده که او فرستاده خداست. این جواب سوال شما بود. اگر یک شخص 2 بار بمیرد؟ اگر یک شخص 2 بار بمیره معنای معجزه، یعنی استثناء در قانون. در انجیل آمده که عیسی از خدا چیزی خواست اما خدا انجام نداد. میبخشین؟ در انجیل آمده پیش از این که عیسی غیب شود، عیسی بسیار مردد شده بود. از خدا خواست او را از این مشکل نجات بدهد اما خدا خواست او را قبول نکرد. یعنی خدا تمام خواست انبیا و مخصوصا عیسی علیه السلام را برآورده نمیکرد و قبول نمیکرد. حالی من فکر نمیکنم که عیسی به مرده بگوید زنده شو و خدا مرده را زنده کند. عیسی دعا کرد اما خدا انجام نداد که این با خواست عیسی سازگاری نداشت و او نگران شده بود. اما وقت زنده کردن مرده چطور خدا خواست او را قبول کرد؟ چرا فقط در مو وقت؟ خب او را چی شد؟ منظور من این است که او پیش از روزی که غیب شود از خدا کمک خواست. بله را فهمیدم. که او را کمک کند
اما در آن لحظه او را کمک نکرد و دعای او را ناشنیده گرفت. فهمیدم. سوالایتان دانه به دانه جواب میتونم، درست است؟ اول سوال اول، آیا یک شخص دوبار مرده میتونه؟ بله. معجزه به کاری گفته میشه که غیر طبیعی باشه. وقتی که یونس در دریا زندگی کرد و غرق نشد طبیعی نبود، پس او معجزه است. درست است؟ همه قسم وقتی عیسی مرده را زنده میکنه و انسان یک بار میموره، وقتی عیسی مرده را زنده کنه پس دوبار زنده کردن معجزه میشه دیگه. معجزه‌ای که توسط خدا انجام داده میشه. با طور مثال یک آدم از پدر و مادر تولد میشه، درست است؟ بله استاد. اما با وجود آمدن حضرت عیسی بدون پدر، این یک معجزه از خدا است. معناش این است که عیسی خدا باشه، اما عیسی میگه نه او پدر نداشت پس او خدا است. در جواب او در سوره آل عمران جزء 3 آیه 59 گفته شده که عیسی را نیز چنین آفریدم، قسمی که خدا آدم از خاک ساخت و گفت برخیز، او بلند شد. گفت شما میگید که حضرت عیسی به خاطر که پدر نداره خدا است، پس حضرت آدم خدای خدا است، او نه پدر داشته نه مادر. ببخشید من عیسی نیستم، اما من میگم من جواب سوال شما را ندادم. اگر سوال میکنی باید منتظر جواب باشی. وقت سوال کردی برای جواب منتظر باش. بعد از شنیدن جواب میتونی گپ بزنی. درست است؟ تو باید قانون رعایت کنی. درست است. میبخشید. پس وقت عیسی با کمک خدا مرده را زنده میکرد و به او جان دوباره میداد، او یک معجزه بود. او شخص دوباره میمرد. حالا میایم به حضرت عیسی که خودت همین لحظه گفتی عیسی قبل از اینکه غیب شوه مردد شده بود و از خدا خواست که این مشکل از من دور بساز. او دعا کرد. چی اتفاق افتاد؟ خدا او را حفظ کرد. خدا او را حفظ کرد. وقتی که او با یک انسان عادی زندگی میته، نمیتونه پیامبر خدا حفظ کنه؟ خدا او را حفظ کرد که عیسی در اونجا زنده ماند. مطابق انجیل حضرت عیسی در اون لحظه نمرد و من ای را برای شما ثابت میکنم. اگر انجیل متی را بخوانی در جزء 12 آیه 38 مردم از عیسی خواستن که لطفاً به ما معجزه و علامت نشان بده. عیسی میگه که داستان یونس. برادر با ما گوش میکنی یا نه؟ انگلیسی میفهمی؟ بله میفهمم. سوال میکنی وقتی ما جواب میتم تو باز داخل گپ میشی. لطفاً این چیزی که میخواین بگوین که برای خاص خود گریه کرد من میفهمم. وقتی میفهمی نباید سوال کنی. نه منظور سوال من برادر بان که من گپ خدا بگویم. اگر تو سوالای مرا میشنیدی تا حال مسلمان شده بودی. اگر تو سخنرانیای مرا گوش میکردی همیال کلمه شهادت میخواندی. من بسیار زیاد به شما احترام دارم. ببخشید؟ من به سخنان شما احترام دارم و دوست دارم. خوب است من باز همراهت گپ میزنم. اول جواب بشنو. وقتی که عیسی به درگاه خدا گریه کرد، یک روز پیش از اینکه کشته شود خدا چی کرد؟ خدا او را نجات داد. انجیل متی جزء 12 آیه 38 تا 40. وقتی مردم گفتن با ما معجزه نشان بده، حضرت عیسی گفت اگر خرد و کلانتان به خاطر معجزه تلاش کنن، معجزه با شما نشان داده نمیشه. بجز معجزه یونس، قسمی که یونس 3 شب و 3 روز در شکم ماهی بود، همانطور 3 روز 3 شب اولاد آدم در زمین خواهد بود. حالا هر عیسایی داستان یونس میفهمه. در انجیل داستان یونس که بخوانید ایره میفهمین که خدا به حضرت یونس امر کرد که به جوپا برود و پیام مرا برساند. اما حضرت یونس گفت که مردم جوپا پیام تو را نخواهند شنید و به نینوا رفت. وقتی او به کشتی در نینوا رفت، دریا طوفانی شد. اونا گفتن به خاطر آرام کردن طوفان باید یک نفر او را آرام کنه و قربانی بده. او یک خرافات بین اونا بود. پس اونا در بین خود قرعه کشی کردن. اما حضرت یونس گفت من داوطلب میشم تا به دریا برم. اونا دست پای داوطلب نمیشکستاندن یا او را توته نمیکردن. داوطلب از داخل کشتی به دریا میانداختن. وقتی اونا یونس از کشتی انداختن، آیا او زنده بود یا مرده؟ مطابق انجیل او زنده بود. ما از انجیل سوال میکنم، نه از دانش خودت. زمانی که یک انسان عادی در طوفان انداخته شوه یا در دریا انداخته شوه، خب پس به طور عادی او شخص باید بمره. قانون است. اما نسبت به انجیل یونس زنده بود یا مرده؟ وقتی که یونس در دریا رفت زنده بود یا مرده؟ زنده بود یا مرده؟ جواب بده. مطابق انجیل او زنده بود. مطابق انجیل زنده بود. بسیار خوب. یک ماهی آمد و او را قورت داد. حال ماهی یک آدم بخوره، او آدم باید بمره یا ای که زنده میمانه؟
بازم زنده بود مطابق انجیل. همچنان زنده بود. معجزه معجزه معجزه. وقتی در دریا انداخته شد زنده بود. در طوفان باید میمرد اما زنده بود. ماهی آمد او را خورد باید میمرد اما نمرد. معجزه معجزه. 3 روز و 3 شب ماهی او را در دریا گرداند. از خاطر خفگی باید میمرد. یونس زنده بود یا مرده؟ جواب بده، زنده بود یا مرده؟ مطابق انجیل زنده بود. یک معجزه. مطابق انجیل، نه مطابق دکتر. معجزه معجزه معجزه. در شکم ماهی حضرت یونس وقت زنده بود پیش خدا دعا کرد. او زنده بود یا مرده؟ مطابق انجیل زنده بود. مطابق انجیل. معجزه معجزه معجزه. بعد از 3 روز ماهی او را در ساحل انداخت. آیا او زنده بود؟ مطابق انجیل زنده بود. زنده بود. مطابق انجیل. پس مطابق انجیل او معجزه 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 بود. حضرت عیسی گفت هیچ علامت به شما داده نمیشه بجز علامت حضرت یونس. 3 روز و 3 شب در شکم ماهی بود. شاید اولاد آدم 3 روز و 3 شب در قلب زمین باشه. اگر شما انجیل بخوانید و اگر شما انجیل بفهمین، حضرت عیسی روز جمعه غیب شد. معلوم نبود که جیوس او را در کدام روز میگیره و تسلیم میکنه. قبل از اینکه آفتاب غروب کنه اونا دستگیرش کردن. وقتی او را گرفتن داخل زندان انداختن. در داخل زندان مطابق انجیل عیسی زنده بود یا مرده؟ او زنده بود. حضرت عیسی علیه السلام زنده بود یا مرده؟ در کجا؟ بیرون از زندان یا در داخل زندان؟ در داخل زندان. در داخل زندان مطابق انجیل عیسی زنده بود. برادر من سوال میکنم، وقتی حضرت عیسی در داخل زندان انداخته شد، من سوال میکنم مطابق انجیل حضرت عیسی زنده بود یا مرده؟ با گفته اونا بیرون از زندان مرده بود. من ازتون سوال کردم داخل زندان. میپرسم نام چیز میگی دگانا هستم. میپرسم نام چیز میگی دگانا زندگی میکنم. برادر شما انگلیسی میفهمین؟ من از شما یک سوال ساده پرسیدم که در زندان در قید حضرت عیسی زنده بود یا مرده؟ نه در بیرون، نه در کنارش، در داخل زندان. من عیسی نیستم، یعنی نمیفهمم. پس شما با کدام دین هستن؟ نمیفهمم. من عیسی نیستم. اگر شما نستن اینجا چی میکنن؟ من یک آدم دیندار نیستم و دنبال یک دین هستم. خب پس در جستجوی دین هستن. آیا شما با انجیل باور دارن که کلام خداست؟ باور ندارم. اگر تو باور نداری پس چرا من باور ندارم. اگر تو باور نداری که انجیل کلام خداست، من اطمینان میتونم که قرآن کلام خداست. حتی من باور ندارم که انجیل کلام خداست. من همچنان. اگر تو باور نداری که انجیل کلام خدا است، حتی من باور ندارم که قسم باشه. اما در انجیل بعض بخشا هست که میتونه کلام خدا باشه. در او کلام پیامبرا است، در او کلام راویا است، در او تناقضات است، چیزای بیهوده است. اما بان که جواب خود بتام. تو راست گفتی که حضرت عیسی مطابق انجیل زنده بود. تو ازم سوال میکنی که پیش از اینکه بلای سر او بیاید دعا کرده و او حفظ شد، به خاطر که او از خدا خواست و او در او لحظه نمرد. خدا او را زنده نگه داشت و در داخل زندان هم او زنده بود. او رسالت خود را و علامت داستان یونس تکمیل کرد. به خاطر همه او دستگیر نشد و در او لحظه نمرد. او محفوظ بود. خدا او را زنده نگاه کرد. برادر، آیا تو باور داری که فقط یک خدا است؟ من باور دارم. ماشاءالله. من باور دارم. آیا تو باور داری که عیسی خدا است؟ من باور ندارم، به خاطر که در آفریقا ما به طور عموم به خدا باور داریم، اما تصوری را که از خدا داریم او عیسی نیست. بسیار خوب. حتی من باور ندارم که عیسی خدا است. برادر، یک سوال دیگه. سوال سوم، آیا باور داری که حضرت محمد فرستاده خدا است؟ بله، میفهمم حضرت محمد یک شخصیت است. نه، آیا تو باور داری که حضرت محمد فرستاده خدا است؟ بله، او پیامبر خداست. ماشاءالله. اگر شما باور دارید که خدا یکی است و محمد فرستاده او است، پس تو باید مسلمان شوی. نه، اما نه، برای هر حداقل 2 دلیل. نه، حداقل 2 دلیل تقاضا میکنه. برای هر انسانی که مسلمان شوه، یک باور کنه که خدا یکی است و هیچ کس شریک و عبادت اون است که شما با او باور دارن. بله سر. و دومش حضرت محمد فرستاده او است. بله. وقتی شما با این 2 چیز باور دارن، پس شما یک مسلمان ابتدایی هستن و تو میتونی با عمل پیشرفت کنی. به طور مثال شما میخواین داخله بگیرن داخل یک مکتب را. فرضاً مکتب دینی هست که تو در اونجا میتونی بخوانی. تو یک شاگرد دینی میشی. به خاطر که تو شاگرد او مکتب هستی،
باید از ابتدا بخوانی و از صنف اول، صنف دو، صنف سه، صنف چهار و آخر. اگر داخله بگیری تو شاگرد و مکتب هستی. پس برای هر کس که بخواد مسلمان شوه حداقل دو چیز باید قبول کنه. یکی باور کنه که خدا یکی است و هیچ کس در عبادت شریک او نیست، و دوم باید باور کنه که حضرت محمد فرستاده خداست. اگر شما با این دو چیز باور کنن یک مسلمان ابتدایی میشن که بعد از آن شما میتونن بیشتر بدانن و بهتر و بهتر و بهتر و بهتر. تو میتونی به ترتیب صنف اول، صنف دو، صنف سه تا لیسانس، ماستری، دکترا که اینا مرحله آخر است. با حساب من شما مسلمان هستن. برادر دوست داری که ایره به عربی بگویی؟ ما به عنوان یک آفریقایی از این با خبر هستم. ببخشید؟ ما از این با خبر هستم. یا شما از چی با خبر هستن؟ به حیث یک انسان طبیعی خبر دارم. بله، تو به حیث یک انسان باور داری که خدا یکی است. بله. باور داری که حضرت محمد فرستاده بله. خدا است. پس به نظر من شما مسلمان هستید. بله، اما او از دیدگاه شماست. نه او، بله فقط از دید من. بله. و از دیدگاه شما هم هست، به خاطر که شما به خدا باور دارن. مسلمان یعنی کسی که به خدا اعتقاد داشته باشه. معنای مسلمان چیست؟ من در سخنرانی خود گفتم هر کسی که به خاطر امنیت مطیع خدا باشه یا از خدا فرمان برداری کنه مسلمان است. پس شما به خدا اعتقاد دارید که خدا یکی است، درست است؟ ما باور دارم. و تو باور داری که حضرت محمد فرستاده بله، باور اوست. دارم که او. پس شما یک مسلمان ابتدایی هستی و با عمل کردن و تعقیب کردن میتونی زیادتر به خدا نزدیک شوی. اما اینا کافی نیست. شما باید باور کنی که حضرت محمد فرستاده خدا است. وقت وارد راه اسلام میشی. من از شما سوال کردم و شما با انگلیسی جواب بله. بدین. ای که هیچ کس قابل عبادت نیست بجز الله، و شما گفتن که حضرت محمد فرستاده خدا بله. است. حالا میتونی اینا را به عربی بگویی؟ چی بگویم؟ چیزی را که به انگلیسی گفتن. آیا دوست داری که به عربی بگویی؟ ما عربی گپ زدن نمیتونم. من امرایت کمک میکنم. او آخرین و جامعترین زبان ارتباطی است. دوست دارم که گپ بزنم. آیا میخوای شروع بله، کنی؟ دوست دارم. آیا کسی شما را مجبور میکنه؟ نه. تو این کار را با خواست خود میکنی؟ این چیزی است که ما باور دارم. یعنی شما با خواست خود انجام بله، میدین؟ بله. تو باور داری که محمد فرستاده ما خداست؟ باور دارم که او است. آیا کسی با شما پول میته؟ نه. درست است. من به عربی میگم و شما تکرار کنن. درست است. اشهدو اشهدو الله الله اله اله الا الله الا الله و اشهدو و اشهدو ان ان محمدا محمدن عبده عبده و رسوله. و رسوله. من شهادت میدهم من شهادت میدهم که که هیچ معبودی جز الله هیچ معبود جز الله وجود ندارد وجود ندارد و و شهادت میدهم شهادت میدهم که حضرت محمد حضرت محمد فرستاده حفظ کنم.
و من میخوایم که به خاطر او تشکر کنم، به خاطر که یک بار اگر شما مسلمان شوین تمام گناه گذشته شما بخشیده میشه. و من از شما میخوایم که برام دعا کنن و تو گفتی خدا مرا حفظ کنه. از شما تشکر میکنم. از خدا میخوایم که شما را برای راست هدایت کنه و شما را یاری کنه، اعضای خانواده و دوستای تو را برای راست هدایت کنه و حتی این کشور خوب گانا را به طرف راستی، امنیت و آرامش هدایت کنه.